مهدی چی شده؟ تو رو خدا درو باز کن. برو برم کن، نمیخوام هیچ کس رو ببینم. مهدی تو رو خدا منو نترسون مادر. اون نباید میمرد، من باید جاش میمردم. تو نمیخوایی ببینی مامان، ولی من که دارم صدای خورد شدن تو میشنوم. وقتی حالش بد بود با لبخند همش میگفت خوبم داداش، اما من چیکار کردم براش؟ همش بی تفاوتی. دعوا. نگو اینو مهدی، نگو. تو دیگه داغمو 100 برابر نکن. عجب طفلی با 1000 آرزوی گوشی خرید، آخر شب هم گوشی. تو داداشش بودی، رفیقش بودی، همه کسش بودی. اگه من همه چیزش بودم چرا تنها رفت؟ من نمیدونم شب آخر چی بهش گذشت. چون درد بعضیا دیده نمیشه عزیز دلم. نه تو مقصری نه من، فقط زندگی بیرحمه. دخترم رفت. اگه تو هم خودتو نابود کنی دیگه من چی دارم تو این دنیا؟ مگه من چی ازت میخوام؟ فقط یه آغوش مادرانه. تو رو خدا درو باز کن مهدی. من نمیتونم با نبودنش کنم، نمیتونم.